من در مورد او ذات براتون حرف میزنم که زنده میکنه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که میمیرانه. من در مورد ذات حرف میزنم که بیمار را صحتیاب میگردانه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که گم شده ای را بر میگردانه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که اسیر را او آزاد میگردانه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که یوسف علیه السلام را بعد از 40 سال فراق با پدرش باز میگردانه، در حالی که پدرش دید چشم خود را از دست داده، ولی یوسف علیه السلام عزیز مصر شده. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که یعقوب علیه السلام را که و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، چشمایش از خیل غم و درد و اشک در فراق یوسف سفید شده بود و تاریک شده بود و نمیدید، بعد از 40 سال فراق چشمایش بینا میگردانه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که به پیامبر میگه علم نشرح لك صدرک، آیا من تو رو شرح صدر نصیب نکردم؟ من در مورد ذات براتون حرف میزنم که برای پیامبرش میگه که علم یجدک یتیما فآوا، آیا تو رو من یتیم نیافتم و تو رو جا ندادم؟ و وجدک ضالا فهدا، من تو رو راهگم یافتم و تو رو هدایت نکردم؟ من در مورد این ذات براتون حرف میزنم. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که ابراهیم علیه السلام را در داخل آتش نگه میداره. و من در مورد ذات براتون میگم که یونس علیه السلام در شکم ماهی در داخل بحر و در تاریکی ها را حفاظت میکنه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که عایشه صدیقه رضی الله عنها را که منافقین پشتش تهمت زنا زده بودن، برش گفته میشه که لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، این شر نیست عایشه، تشویش نداشته باش، پیامبر ازت آزرده خاطر است، ابوبکر از پشت آزرده خاطر است و منافقین پشت دسیسه کرده، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، غمگین نباش، این شر مپندار، این خیرت هست. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که موسی علیه السلام را در داخل خانه دشمنش یعنی فرعون نگهداری میکنه. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که پیامبر نازنینش را در غار ثور که 50 شمشیر برآمده از غلاف بالایش هست و پیامبر را قصد شهادتش دارن، ولی پیامبر را نجات میده و برش میگه رسول الله با ابوبکر که لا تحزن ان الله معنا. من در مورد این ذات براتون گپ میزنم. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که او را عاجز نمیسازه، او را ناتوان نمیسازه، او چیزی که در آسمان ها و زمین هست. من در مورد ذات براتون حرف میزنم که ولله خزائن السماوات والارض، خزانه های آسمان ها و زمین به دست خدا هست. له مقالید السماوات والارض، کلید های آسمان ها و زمین به دست بلاکیف الله هست. لا تاخذه سنه ولا نوم، او را پینکی نمیگیره، خواب بالایش غلبه نمیکنه، خواب نداره، به خاطر که حفاظت تو رو میکنه، به خاطر که مدیریت تو رو میکنه، به خاطر که نظم و انضباط زندگی خودت به عهده او است. لا تاخذه سنه ولا نوم. من در مورد الله براتون حرف میزنم که له ما فی السماوات والارض، برای او هست او چیزی که در آسمان ها و زمین هست. و من در مورد الله براتون حرف میزنم که لله ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان ها و زمین به دست بلاکیف الله هست. من در مورد الله براتون میگم که عالم الغیب و الشهاده، دانای غیب و حاضر و پنهان و آشکار است. هو الرحمن، هو الرحیم، هو الملک، هو القدوس، هو السلام. در مورد این تو ذات براتون حرف میزنم که هو الغفار، او بخشنده گناه ها هست. هو الرحمن، او مهربان است. هو الرحیم، او نهایت بخشنده هست. هو الرؤوف، او نهایت در کمال مهربانی قرار داره. و من در مورد ذات حرف میزنم که ارحم الراحمین او هست. خیر الناصرین، بهترین کمک کننده ها او هست. و در مورد خیر الفاتحین براتون حرف میزنم و در مورد خیر الرازقین که بهترین رزق رسانه ها هست، در این مورد براتون حرف میزنم. و در مورد ذات حرف میزنم که احسن الخالقین هم هست. و در مورد ذات براتون میگم که هو الرزاق ذو القوة المتین، او رزق دهنده است، صاحب قوت است، صاحب استحکام هست. انه سمیع بصیر. در مورد ذات براتون میگم که او شنوا و بینا هست. و در مورد ذات میگم که سلام هارون میگه اننی معکم اسمع و ارى، من همراه شما هستم، میبینم و میشنوم. برای پیامبرش میگه که واصبر فانک باعیننا، صبر کن تو زیر دید چشم ما قرار دادی. در مورد ذات براتون حرف میزنم که ما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگ از درخت سقوط نمیکنه مگرم الله میدانه. در مورد الله براتون میگم که هو یحیی و یمیت، او زنده کننده هست و او میراننده هست. ما از عزت و ذلت ترس داریم. در مورد ذات براتون میگم که تعز من تشاء و تذل من تشاء، او است که عزت میبخشه و او است که ذلیل میسازه. و در مورد ذات براتون حرف میزنم که یک صدای ناله و فریاد یک زن را که با پیامبر گپ میزنه و در سوره مجادله
داستانشان آمده. عایشه در این مجلس حضور داره ولی ایج پیامبر با زن مخفی گپ میزنه. الله برشان میگه که والله یسمع تحاورکم، الله محاوره شما را شنید. و ما در مورد الله براتون حرف میزنم که ان الله علی کل شیء قدیر. در مورد الله براتون گپ میزنم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناه ها را میبخشه. و در مورد الله براتون میگم که ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت ما همه چیزها را فرا گرفته. شیء چیز را که در دنیا براتون متوجه هستن چیز و چیز را، اونا رحمت الله متعال فرا گرفته. در مورد الله براتون میگم که ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت الله نزدیک است بر انسان های نیکوکار. الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا و کمک خدا نزدیک است. ان ربی قریب مجیب، رب ما قریب و نزدیک و مجیب هست. ان معی ربی سیهدین، موسی علیه السلام میگه رب ما با ما هست و مرا راهنمایی میکنه و هو علی کل شیء حفیظ. در مورد ذات براتون میگم که همه چیزها رو حفاظت میکنه. و چگونه حفاظت؟ که ولا یعوده حفظهما، حفاظتش او رو خسته نمیسازه. و در مورد ذات براتون میگم که لا تحزن ان الله معنا، غمگین نباشن الله با ما هست. یعنی الله هست. کجای زندگیت ماند؟ تو موقعیت زندگی مانده باشه که بگی این موقعیت زندگی مرا حرف نزدی در موردش. من در این موقع درد و ناله و فغان دارم، این زمین ناحیه میرنجم. کجا ماند؟ پیدا کن اینی تو ذاتی که اینی تو دلداری برات بته، منتم بالایت نمیکنه، دردتم نمیرسانه، قلبتم آسیب نمیرسانه، بی آبرویتم نمیسازه، تنهایتم رها نمیکنه. پیدا کن. تشویش نداشته باشه، الله با ما هست. گمان خود نسبت به الله متعال نیک بگردانیم. معامله الله با ما قسم خواد بوده. ما را الله متعال شناخت خود را نصیب بگردانه. الله را اگر کسی بشناسه دردش درمان هست، آتش گلستان هست، بیماری برش یک نعمت است، مشکلات برش یک فضیلت میشه.